امروز 25 فوریه است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع صحبت میکنیم. تاجیکستان چهره میاندیشد. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم امکان زیر نظارت درآوردن کرونا ویروس وجود دارد. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه بهبود شرایط مهاجران تاجیک را بحث کردند، ولی نزدیکان محبوسان تاجیک از شکنجه عزیزانشان در زندانهای کشور شکایت میکنند. جانشان سیر شدند. کارگران همون زندان محبوس اینا را غم میدادند. جان بزارشان به همین حال خودشان را رسوندند. نامشان را دیدند و خودشان را نه. لوله های تاجیکستان میگویند برای آوازدهی به انتخابات میروند، ولی درباره نامزدها چیزی نمیدانند. درباره حزب‌ها که هیچ نمیدونیم که چی کدام حزب چی نمیدونیم. گسترش کرونا ویروس در ایران و کره جنوبی و راه یافتن آن به افغانستان همسایه مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. علاقه نظارت در مرزهای تاجیکستان پرزور شده. همکنون افرادی که از سفر این سه کشور به تاجیکستان برمیگردند احتمالاً زیر کارانتین قرار بگیرند. در تاجیکستان یگان حادثه گرفتاری به ویروس ثبت نشده است، ولی سازمان جهانی تندرستی از همه دولت‌های جهان دعوت کرده است که به پاندمی یا سرایت سرتاسری ویروس در جهان آماده باشند. کامرسیاتو گزارش می‌دهد. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش دیروز در شهر ژنو با رهبران سازمان جهانی بهداشت واخورده راه‌های مقاومت با ویروس نو را ارزیابی کردند. در پی ملاقات دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت هنوز هم امکانی زیر نظارت درآوردن بیماری وجود دارد تا از پیامد وزنی آن به وضع بهداشت و اقتصاد سراسری جلوگیری به عمل آید. او گفت که همه کشورها باید به مقاومت به این بیماری با احترام حقوق بشر و جلوگیری از تحقیر بیماران تلاش ورزند. در همین حال رسانه‌های چین گزارش می‌دهند که روز دوشنبه به قول کمیسیون ملی بهداشت چین 24,000 نفر از سرایت کرونا ویروس نو معالجه یافته از شفاخانه‌ها رها شدند. گروه اولی شفایافتگان که بیش از 700 نفر بود روز یکشنبه از بیمارستان‌ها رخصت گردیدند. سرایت بیماری کرونا ویروس مسئله تازگی محیط زیست و ضرورت پاکیزگی انسان را نشان می‌دهد. هفته روان یک عده کارخانه‌های چین که با اشاره به سرایت کرونا ویروس موقتا بسته بودند دوباره به فعالیت آغاز کردند. حکومت چین با مقصد تشویق کارخانه‌ها به احیای استحصالات 300 میلیارد یوان اختصاص داده است که برابر با تخمیناً 42.6 میلیارد دلار است. روز دوشنبه مقامات چین ابراز داشتند که در این کشور باز هم 583 سرایت کرونا ویروس تصدیق شده، 71 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. دیروز در مسکو وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با همتای روسی خود سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو کرد. سفر مقامداران بلندپایه تاجیک را به روسیه بیشتر از همه صدها هزار مهاجر اخراج شده با امید شنیدن خبری عفو دوباره پیگیری میکنند. ولی ظاهرا این دفعه نیز مسئله عفو تکراری مهاجران دپورت شده ناروشن ماند، زیرا سیراجدین مهردین و سرگئی لاوروف ضمن نشست خبری از این موضوع یاد نکردند. سیراجدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان پس از ملاقات با همتای روسی خود سرگئی لاوروف گفت که تجارت میان دو کشور در حال گسترش است اما متناسب نیست. دو وزیر روز 24 فوریه در شهر مسکو مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه از جمله وضع مهاجران تاجیک را بررسی کردند. ما رشد تجارت میان دو کشور را ذکر کردیم. همزمان به نامتناسبی در صادرات و واردات میان دو کشور توجه ظاهر نمودیم. اشاره مهردین به زیاد بودن واردات محصولات روسیه به تاجیکستان و کم بودن صادرات مال تاجیکستان به روسیه است. سال 2019 روسیه به تاجیکستان به مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار مال فروخته از تاجیکستان با ارزش 44 میلیون دلار محصولات خریده است. روسیه تامین کننده اساسی تاجیکستان با نفت و گاز است و تاجیکستان به روسیه اساساً محصولات کشاورزی می فروشد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در نشست خبری مشترک به این مسئله دخل کرد و گفت در ملاقات مسئله بهتر کردن شرایط کار شرکت‌های روسیه در تاجیکستان و هم شرکت‌های تاجیکستان در روسیه بررسی شده است. دیپلمات‌های روس در گذشته شکایت کردند که
شرایط برای کار شرکت‌های روسیه در تاجیکستان ناگوار شده است. برای سبک کردن واردات محصولات کشاورزی تاجیکستان، کارها جهتی راه‌اندازی نظام سبک نظارت گمرکی و یا دالان سبز در عرفه انجامیابی است. ما به موافقه رسیدیم که برای ساختمان مرکز خرید یک لخت و تقسیمات محصولات کشاورزی در تاجیکستان چاره‌های علاوه‌ای اندیشیم. وزیر امور خارجه روسیه درباره یکی از مسائل دردناک مهاجرت کاری تاجیکان به کشورش هم صحبت کرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اپریل سال 2019 از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین خواسته بود مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند تا حق بازگشت و کار در روسیه را دوباره پیدا کنند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و بنا به گزارش‌های گوناگون تا 1 میلیون نفر از تاجیکان در آنجا کار و اقامت می‌کنند. مهاجران تاجیک از نقض حقوق، اذیت و آزار در کوچه‌ها از طرف ماموران پلیس روسیه شکایت می‌کنند. مقامات تاجیکستان می‌گویند که در فکر مهاجران هستند. جانب روسیه آزار و اذیت آنها را رد می‌کند. شادمانی تیم بود. وزیران کار خارجه تاجیکستان و روسیه به موضوع بهبود شرایط کاری مهاجران تاجیک دخل کردند، ولی معلوم نیست که آنها به اذیت شدن محبوسان تاجیک در زندانهای روسیه توجه کردند یا نه. نزدیکان 2 محبوس تاجیک دعوا میکنند که کارمندان زندان مردوویا فرزندان آنها را شکنجه میدهند. به گفته پیوندان چنین مناسبت باعث شده است که محبوسان قصد خودکشی کنند. قبلا محبوسان دیگری تاجیک نیز از بدرفتاری کارمندان زندان مذکور شکایت داشتند. مطلب سروینوز روح‌الله و شهلوی عبدالله در همین باره است، ولی خاطررسان میکنم که گزارش عکسای دهشت‌آور دارد. 6 سال محکمه نمیجه. ایش در 4-5 ماه کشیدگی. این مادر میگوید نسبت فرزند محبوسش در زندان مردوویای روسیه بدرفتاری و شکنجه صورت گرفته است. میر محمد شیرالیف 6 سال پیش در روسیه زندانی شده به ادعای مادرش 5 ماه پیش برای ویران کردن قاعده داخل زندان به اتاق جریمه‌ای انداخته شد. پسر ما از جانشان سیر شده، خود را کشتنی شده و نهایشان را بریدن. مادر میر محمد میگوید برخورد با پسرش باید عادلانه باشد و او در دایره قانون جزای خود را ادا کند. همه را سوال دادم میگه که 10-15 روز زیاد تا 2 ماه ممکن نیست زیادش ممکن نیست. این 6 ماه گرفته است یا محکمه در آنجا. دولتیار هم میگوید برادر او علی جان سفروف نیز عین سرنوشت میر محمد را دارد. آنها هم 5 ماه پیش عکس‌های برادر خود را توسط ادوکات دسترس کردند که دستهایش را با تلاش خودکشی بریده است. از جانشان سیر شدند. کارگران همون زندان محبوس اینا را غم میدادند. جان بزارشان به همین حال خوششان رسوندند. با گفته برادرش علی جان راننده تاکسی بود و سال 2017 برای نگاه داشتن غیر قانونی مواد مخدر بازداشت و زندانی شد. اپم رفته بود نمونده بودنش درآمدنی. یعنی ندیدن؟ ندید. پرده‌چ را قبول نکردند. گفتن وای ایزولاتوردا ممکن است پرده‌چ گرفتن. در قسم نواداری مؤسسه اصلاحی رقم 22 مردویای روسیه در یک تماس تلفنی تصدیق کردند که با چنین نامناسب زندانی ادای جزا میکند. ولی آنها شکنجه شدن محبوسان تاجیک را رد کردند. اگر این واقعیت می داشت آنها را از اینجا می بردند. در نمایندگی تاجیکستان در روسیه گفتند قضیه میر محمد شیرالیف را پیگیری دارند و بار آخر به رهبریت این زندان هفته پیش نامه ارسال کرده و هنوز پاسخ نگرفتند. اما در این نمایندگی گفتند درباره علی جان سفروف هیچ شکایتی دریافت نکردند. ما عریضه همسرش گرفته بودیم. از اول همسرش نوشته بود صابره و ملاحات. این خیلی ماه اکتبر بود. در گرفتن امی عریضه ما دیدیم که وضعیت کمتر مرکب‌تر است. فقط مشکل در سر امی شیرالیف بود. بلکه مو رفتن وای کردن اون دیگر رو همون میگفتن یگان خیلی مشکلی نداریم یگان چی نداریم. در زندان‌های روسیه بیش از 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می‌شوند. از شرایط ناخوب آنها زود گزارش‌ها نشر می‌شود. بر اساس آمار رسمی نزدیک به 500,000 شهروند تاجیکستان برای کار همساله به روسیه می‌روند. آماری که جانب روسیه بیش از 1 میلیون نفر ارزیابی می‌کند.
بینندگان عزیز توجه کنید به اعلان بخش توجیکی رادیو آزادی در روز انتخابات پارلمانی تصمیم دارد 3 برنامه نیم ساعته خبری را پیشنهاد شما نماید. اگر شما روز 1 و 2 مارس به پخش‌های مستقیم در آزادی ویدیو بپیوندید امکان خواهید داشت که از جریان برگزاری انتخابات در تاجیکستان آگاه شوید. ما از مسکو و سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ نیز گزارش‌های مستقیم خواهیم داشت. اگر شما از زمان برگزاری انتخابات عکس و یا ویدیو میگیرید لطفاً با ما نیز بفرستید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. حالا رو می‌آوریم به موضوع انتخابات پارلمانی در تاجیکستان که تا برگزاری آن روزهای به شمار مانده است. در قطار دیگر ساکنان کشور لوله‌های تاجیکستان نیز برای شرکت در انتخابات دعوتنامه گرفتند. در اکثر ناحیه‌هایی که لوله‌ها محل زیست خود را دارند در مجلس‌های محلی از این مردم توجیکان نمایندگی میکنند. هرچند در صحبت با رادیو صوفی لوله‌ها گفتند خیلی میخواهند از نفران خودشان در پارلمان وکیل داشته باشند. لوله‌های دهه شاداب ناحیه ورزاب میگویند آمادند روز انتخابات پارلمانی 1 مارس پای صندوق‌های رای رفته و وکیل خود را انتخاب کنند. اما این تصمیمشان در حالی است که هنوز نمیدونند نامزد با وکیلی پارلمان در منطقهشان کیست و با چه برنامه‌ای وارد معرکه انتخاباتی شده است. Директори мактаб барои интихоб оварда. Давлатнома барои интихоб оварда. Ҳоле ака намедонам интихобота баъд маълум мешавад онҷо. Вақти саатш бихай мерем партия менависем чикор мекунем бо ҷудо гам мезанам. аксари кули аҳолии қобили деҳаи раи шодоб ки тақрибан 200 нафаранд хабарномаи ширкат дар интихоботи парлумониро дарёфт карданд. номзадҳо ба парлумон ва маҷлисҳои маҳаллӣ ба онҳо вон нахӯрданд, вале лӯлиҳо умед доранд ки номзадҳо ҳатман ба суроғашон меоянд. мисолига минаи раҳо язрака он роҳи ки болояй вай раҳо эҳсос кардан накудака кандагияй пасобаландиш бисёр ака инаи ҷа миср астака мисро ялма кардан накудака тоза кардан накудай мо депутат ки охир кардем ҳатман ин гапҳо гуфта накудака. омодагии лӯлиҳои деҳаи шодоби варзоб ба интихоботи парлумонӣ дар ҳолест ки тасаввурашон дар бораи парлумон зиёд маҳдуд аст. фақат медонанд ки дар ин маърака бояд иштирок кард ва ба тарафдории касе овоз дод. дар бораи ҳизбо ки ҳече намедонем чи кадом ҳизба чи намедонем. лӯлиҳои деҳаи шодоб мегӯянд тақрибан дар ҳамаи интихоботҳо фаъолона иштирок мекунанд, аммо ҳеҷ гоҳ номзади кадом ҳизбе бо онҳо мулоқот накардааст. онҳо мегӯянд ҳоло фурсате расидааст ки лӯлиҳо низ агар дар маҷлисҳои маҳаллӣ намояндаи худро медоштанд ба мушкилоташон расидагӣ бештар мешуд. мехоҳем хеле чӣ ба намехоҳем лекин нестанд аи тараф аз солҳои мисол 95-96 хеле гирем камтар халқи сустар буд. ҳозир шукрона олло қариб 80% мактаб мехонанд, дар ҷамъият ёрдамашон мерасанд. ина шукрона олло ина ин бозори кошониён ина ин раҳошанд ними халқи мо асфалт кор мекарданд ха ина теплотрасода кор карда содиянд. лӯлиҳо дар деҳаи шодоб ва ё чағатҳои собиқи ноҳияи варзоб тақрибан 70 сол қабл маскун шуданд. ҳоло тақрибан 200 хонавода ҳастанд. бар изофаи касби бобоӣ манбаи аслии даромадашон мисли ҳазорҳо хонаводаи тоҷикистонӣ аз муҳоҷирати меҳнатӣ аст. و حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار واردات محصولات ساختمانی را به آسایشگاه‌های زمرد در اصفهان و شوهنبر در حصار از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. OCCRP یا برنامه گزارشگری درباره جرایم سازمان یافته و فساد ماه دکامبر سال گذشته گزارش داد که این آسایشگاه‌ها به شرکت‌های خانواده پرزیدنت تاجیکستان تعلق دارند. این خبری آخری برنامه امروز بود. تشکر از یکایک شما برای همراهی. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز شما میتوانید خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید. گزارش‌های روز چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشوند. من صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر خواهم بود. فردا خدا نگهدار.